یکی از زیباترین و طبیعت دوستترین هنرهای ژاپنی تانگو نام دارد. این هنر از طریق نجاری بدون میخ و چسب به ویژه در معماری‌های سنتی ژاپن شناخته می شود. تانگو یک تکنیک تولید سازه‌های چوبی بدون استفاده از میخ و چسب و فقط با استفاده از تراشه‌ها و چوب است. این روش باعث شده تا ساختمان‌ها به طور طبیعی و بدون استفاده از مواد شیمیایی برپا بمانند. تانگو هنر پیچیده‌ای است که در آن نجاران ژاپنی از مهارت‌های باستانی برای اتصال قطعات چوب بدون استفاده از میخ یا چسب بهره می‌برند. این تکنیک به سازه‌ها استحکام بالا، انعطاف پذیری در برابر زلزله و زیبایی طبیعی می‌دهند. سازه‌هایی که با این روش ساخته می‌شوند نه تنها مقاوم و پایدارند، بلکه حس هماهنگی و آرامش را نیز به فضا می‌آورند. کیوما و دمازوما از معروف ترین تکنیک های این نوع اتصال‌ها در تانگو می باشد.